3 قدم ساده برای کاهش استرس در افراد مبتلا به تنبلی تخمدان. 1. مدیتیشن خلاقانه. به جای مدیتیشن سنتی از مدیتیشن خلاقانه استفاده کن. یعنی نقاشی کن، کتاب بخون، بنویس، باغبانی کن، آشپزی کن. این کمک میکنه که احساسات تو به شکل مثبت بروز بدی و باعث آرامش خودت بشی. 2. طبیعت گردی. هفته حداقل 1 بار به طبیعت اطراف خونتون برو، مثل پارک، کوه، باغ، چشمه. طبیعت باعث میشه بهت انرژی مثبت بده و خلق و خوی تو رو بهتر کنه. یه جمله معروف هست که میگه خودتو به طبیعت بسپار، اون خودش میدونه چیکار کنه. و 3. تجربه های جدید. هر چند وقت یه بار یه فعالیت جدید یاد بگیر، مثل یادگیری یه ساز موسیقی، رقص، غذای جدید، فیلم جدید، رفتن به تئاتر، آشنا شدن با